ما 10 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم، 10 ساله تو زندگی متأهلیم، کم هم با هم دعوا و بحث و کلکل نداشتیم. ولی حالا چرا اینا طولانی نشده؟ چرا بزرگ نشده؟ چرا حل نشدنی نشده؟ چون نه من رفتم به مادر خواهر خودم بشینم تعریف کنم، نه ایشون رفته نشسته تعریف کرده. کلا بین خودمون حلش کردیم، مشکلاتمون رو به هیچ کس نگفتیم، چون هیچ کس دلسوزتر از خودمون دوتا واسه رابطمون نیست. و مشکلی که ما تو ازدواج تو آقای به خانم داریم بچه ننه بودن بعضیاست. آنلاین ننه. این خیلی نگران کننده است. همونطور که قبل از ازدواج آنلاین دیستی و خیلی چیزا رو قایم کردی، بعد از ازدواج بیشتر قایم کن. اون واجب تره. من تازه معتقدم قبل از ازدواج همه چیز در جریان بذار، بعد از ازدواج در جریان نذار. شما برعکس قبل از ازدواج در جریان هیچ نیست، بعد از ازدواج همه تو جریان زندگیتون.